یک سلام گرم خدمت تمامی دوستایی که در سراسر از این کره خاکی زندگی می‌کنین. امید که جور و صحتمند باشین. ویدیو امروز که گرفتم خاص البته فرصت اصلا نمیشه که ویدیو بگیرم چون خیلی مصروف کار هستم. یکی از دوستا از آدلاید استرالیا، شهر آدلاید، جاوید جان زنگ زده بود، پیام گذاشته بود که ویدیو بگیرین، چرا ویدیو نمیگیرین؟ ما منتظر ویدیوهای بعدیش هستیم. امیدواریم کسایی که ویدیو از مارسل مونه برش خسته کن نباشد. دیگه امروز این ویدیو به خاطر جاوید جان از آدلاید است. میخوایم در داخل شما نشان بدیم کابینت هایی که ما از چین خریدم. این کابینت ها برای دیوارای کانکریتی دیزاین شده و کانکریت دیوارایی که در استرالیا فیرمای چوبیدره و متفاوت است. تفاوت از این میخوایم با هم سیل کنیم و گذشته از او کسته دوربین دور بدیم. روبروی هفته هم است. بریم داخل خانه سعی کنیم که ما چی کارهایی در داخل خانه تا بال را انجام دیدیم. و اینجا هم که یک سری چیزایی گرفتم. کافی گرفتم، یک کیک گرفتم، یعنی پاور رید گرفتم. پاور رید کسته خودم مخرم. پاور رید کسته بهتر از این بقیه نوشابه بابا. البته ببخشین دیگه تجربه خودم است و کافی رم بخش یک نفر گرفتم که در بال کاشی کار مونه. موریم کسته سیل مونیم که این نفر کاشی کار کی است و چی رقم کاشی کار کرده و تا بالا چی کارهایی در داخل انجام دیده. قد از مو باشید دیگه. در داخل هم که همی که شما میگرنید اینی راویزا را قبلا زده بودیم، رنگ کردیم. یعنی ابزارهایش را شاندیم دو بال. دیگه چی کار خاص شده دیگه نمی. یک ذره رنگ و نمایش بهتر شده. دروازه ها را که دفعه قبل شما نشان دادیم، یعنی داخل لاندری یا همون جایی که برای کالا شستن است، این را کاشی هایش کار کردیم. دیوالش این قدر خوب کاشی کار کردن. کابینت های از زیر شاندیم، کمدایش باز بال بریم یک دفعه پالوی کاشی کار. البته کاشی دفعه قبلم شما نشان داده بودم، ولی او قدر زیاده که او قدری که آل کار شده و وقتا کار نشده بود دیگه. اینی اما ما کاشیش کار کردیم، کاشیش تکمیل شد. شما را اینی را قبلا نشان داده بودم. یعنی یک از دیوالای پشت شیشه است، شیشه رویشوی، یعنی رویشوی است. کابینت چی است در زیر، ولی هنوز هیچ چیز تکمیل نشده دیگه. یعنی در پالوی زیک است یک دانه تویلت یا دیشویی است. این فقط شاندیم، البته فقط اونا مویش تکمیل شده دیگه، کارها هنوز تکمیل نشده. یعنی کاشیار قبلا داخل از دشویی عمومی را شما رو نشان دادم کار کرده بودیم. بعد از او یعنی اسپلش بگای آشپزخانه رو اونا در پشتی چی میشه در فارسی گفته بخشیم یک ذره سخت شده. البته ما انگلیسی مقدر خوبم نیه، ولی خب دیر میشه استفاده نکردیم، یکم سخت شده. پشت اجاق گاز اونو سنگ سیار کار کردیم. البته کاشی است، کاشیش از یکی دوستی به نام رضا عاقلی خریدیم. حتما یک روز در دکان زوماریم کسته شما را نشان میدیم. این در داخل از استادروم یا اتاق مطالعه یعنی کمدایش سخت کردیم، هنوز تکمیل نشده. خوب یک سری کمدایش نصب کردیم دیگه. یعنی حالی بریم طبقه بال. در زینه هنوز هیچ کاری انجام ندیدیم. طبقه بال چد و دیوالایش کد دویمش رنگ کردیم دیگه. در بال یک ذره کورنر و اون ابزار در اونجا یک ذره شاندیم
دیگه خدمتتان عرض کنم، یعنی اما ما بالا کاشیایش خلاص کردیم، هنوز کسته یک کسته بندکشی نشده، فقط کاشی شده دیگه. یعنی کفی حمام هستک، یعنی هم دیوالایش هستک. این یار کس همو کسی که گفتم همو کاشیکار که در بال است برش کافی گرفتم، اون همو کاشیکار کار کرده. بریم از اول کارایش اصل که ما این یادم رفت، یعنی اتاق کالا را کمدایش سخت کردیم، اون جای لباسی هایش جور کردیم دیگه. کمی پیش بیاییم دست چپ از اول انده ای اتاق خو بریم که یعنی اتاق خو شمار نشان بدیم. این جای کالای زیرم تاخچایش زدیم ولی هنوز دروازایش مانده. دروازایش از این دروازای روکی است دیگه، بعد از رنگ میشه که بره سخت کرد دروازای روکیشه. یعنی اتاق کاشی کرده، اون پشت سر کاش دوری برسیر کاشی سیاه زده. این که بیاییم سعی کنیم، یعنی صابوندانی است دیگه، صابوندانی را ما رقم تایل سیاه زده. همین کاشکار ما این دیوالا هم که تایلای 30x60 کار کرده، کف 60x60 60x60 کار کرده. اون تو باش اون اونجا سوار که اونجا یک نفر اگه دیده باشه اونجا تیر شد. بریم سیل کنیم که این نفر چی کار منه. خب در دمی را که بریم، اینجا یک دانه الماری است، یعنی تاخچای الماری رو زدیم دیگه. داخل از این اتاق هم که است یک حمام است دیگه، حمام از این مثل از حمامای دیگه اون هم رقم کاشی شده. این کلی چیزا را اینجا مردکه تیدو باد کردمی توالت یا کاشیکار. اینمی نفر کاشیکار است دیگه. یک قد پای خود کاشیر کار میکنه سعی که خب قدیس کورم کار منه خوشمت بر از این نفر حال کافی آوردن. این آقای نجفی کافید، یعنی می آقای نجفی است. خوشمت بر از این کافی آوردیم که تایلار سه کار کنم، تایلار خراب نکنه. یعنی کاشی رو ببخشید دیگه، این کاشی کار است دیگه. ما میگیم تایل، همون تایل ده تایلر دیگه، یعنی تایلر یعنی کاشی کار. یه هم ده خدا معلومه که تایلر دیگه. یعنی تایلر کار کرده آقای نجفی. یعنی دیوال خلاص کرده. باش کمی دیوال شما نشان بدیم که آقای نجفی یعنی دیوال کاشیش کار کرده. یعنی که یک نیم کله اینجا کاشی کار کرده. یعنی تا دوره یک خرابکاری کرده دیگه. اونجا هنوز تکمیل نشده دیگه اون قسمت ها. پشت بین شاور و بین صابوندانی اونجا را هنوز نزده دیگه. یعنی دیوال که اینجا روی شوی میاینده قسمت هنوز کاشیش کار نشده. یعنی دیوال کار کرده. باش نه یک ذره دورتر برم که خوب سه معلوم شوه. اینی کاشی ها را آقای نجفی کاشی کار کرده اینجا دیگه. یعنی میانمو نفری درجه یک کاشی کار دیگه. خاصه باتری بودی؟ باتری چی؟ باتری چیزه لیزر. باتری لیزر نه با خدا تو نگفتی که من نمیتونم در راه بودی گفتم باتری خلاص شده. اون کاشی دیگه یک سانچ بود میشه. نه که روشونه دار دوشیه. چقدر؟ میگم یک سانچ دو بروشنه. دار دو چایل بروشنه؟ والله نمیفهم با خدا نه. آره در دو چایل بروشنه. بهتر است آقای نجفی اینی جای سیویج برخم دیگه. در دو چایل بروشنه ده یک چایل میگیم ده. در دو چایل دیگه. آقای نجفی شما کدام گفتنی ندارین بخش مردم؟ نه ما بخش مردم چیز بودیم برادر مارک.
اون مردم کار ما نمیدیم، ما تبلیغاتمون خود کنیم. خب دوستای قند، خب همین که قبلا گفتم که بسته‌بندی از این کابینت را خنجقشم شیر منم. این چوبا از اونجا برش کده داخل کارتن میه، این کباس از داخل کارتن شوی کشیده بیرون اینا را. اینجا وسایل خیلی زیاده، خب سه فهمیدن نمیشه. یعنی پنالای از او چیز استک، همی خانه ظرفا یا الماری ظرفا. باز خانهش هم شما نشان میدیم. وقتی میگیم خانه ظرفا، این داخل از این اتاق که بریم اینجا هسته. یعنی اینجا یک اتاق هستک، در انگلیسی میشه پینتری، در فارسی همو اتاق یا الماری، به الماری ظرفا دیگه. یار ما قبلا بسته‌بندی کردیم آوردیم اینجا، یعنی شنو سر جایش نرفته، جایش دو پشت سر استک. یعنی یک دانه از زیر تازه درو بسته‌بندی مونیم. اینا لباس یاره آورده که بسته‌بندی کنه، با همسری مونیم که چی رقم بسته‌بندی میشه. یعنی یک رقم پیجایی هسته که پیجا در اینجا مخره که باز دیگه دیش قلف شنه، دیگه پینال دی پینال کسا قلف شنه باشه. حالا باز پیجا رو میزنه، یعنی کسته لاکش یا قلفش هسته. بسیار آسانه دیگه این کارا کلن کسته. وقتی کابینه دست چین رایی مونه که میره باز حتما نقشه داره دیگه خودش. وقتی که نقشه داشته باشه دیگه شما زیاد سرگردان نمیشین دیگه، راحت میتونی کسته طبق نقشهش سعی کده و بسته‌بندی ده بره. باز در کلی پشت از اینا کسته اسکن کد دیده اینجا، شما کسته میتونین اسکن کنین پیدا کنین، یا یکی باز میتونی که اصلا نمبرش را پیدا کنین. آره این اینجا نمبرش هست، اون نمبر 25 کالی کم سرچنپای نمبر 2 باز اینجا میگه که مثلا آره اینجا نمبر 2 بعد از او کسته هر کدامش روی نمبر دیگه. یک کابینت چند دانه پیس هسته یا چند پینال داره، هر پینالش باز همو نمبر خود داره، مثل نمبر 1 2 3 باز همو که بیاری طبق زین نقشه. بسیار آسان و راحت شما رو بسته منین. پیجا را منی رقم که سیل منین باز سر جایش میندازه. باز از او خط دریل یا خط پیشکش یک ذره باید ما کم کنی را. خب ما ایره عباس در او بسته‌بندی نمی که گفتم کابینت که برای دیوارای کانکریتی دیزاین میشه و کابینتی که برای دیوارای فرمای خانه در استرالیا و اروپا کانادا و آمریکا کسته بیشترش چوب است. با او خاطر کسته اما دیزاین ازی کسته دیفرنت متفاوت است. برای کشورهای که دیوارایش از خشت یا کانکریت است یعنی رقم دیزاین میشه. یعنی یک دانه از امو کمودا است، شما سعی کنید پشت سرش تخته نداره. باز بلیش هم که است، بالش هم که است تخته نداره. ای به خاطر از اینکه سنگ میه اینجا، وقتی که سنگ ما در کوار مونه، ولی در استرالیا کوار یعنی منظورم که است ایرا سنگ میپوشانه. باز در استرالیا که است متفاوت است.
اینمی پنالی که تخته که در بغل اسی است امی رقم تخته باید کسته در تاوزی در بلیزی باشد. باز امی رقم تخته که است باید این در پشتش در این قسمت هم که است باید اونمو رقم تخته 18 میل دبلیش باید تخته باشه که تو بیتنی مستقیم در دیوالی را پیج یا اسکرو کنی. این حال شما بین اینجا بیرونی یک آشپزخانه رو ما شما نشان بدیم. اینجا یعنی کمد آشپزخانه از ما هست که شما کمدای بالا سعی کنین. بک پنال یا پشترش تخته داره ولی او تختهش بسیار تخته نازک است چون نا چنگک داره. چنگکایش در دیوار محکم میشه در دیوار خشتی. اینجا شما سعی کنین در اینجا راحت تر است چون چنگک داره. چنگکایش در دیوار خشتی محکم میشه یا دیوار کانکریتی. وقتی که دیوار مثل در داخل ما مثال نیم دیوارای فریم چوبی باشه باید اون مرخ هم تخته دبل باشه که بیتنیم از هر جایی که مثلا چوب در فریم بود مو بیتنیم مستقیم سوراخ کنیم پنال او در دیوار محکم کنیم. باز یک مشکل در اونجا است. کسایی که در چین ما را حتما که است ایر مد نظر داشته باشه که اونجا ما را برای دیواری که از چوب است شما باید که دیزاین کنین. یعنی بک پنالش را تخته پشت سرش را حتما تخته دبلی مثل تختای بغلش بگیرین. اینا لنده اینجا سعی کنین. یعنی سینگ شیریاو است. سینگ است به اصطلاح انگلیسی، فارسی همو ظرفشوی. پشتش سعی که یه چیز نداره به خاطر اون شیریاو است دیگه. باش ما پیشتر برم شما رو نشان بدیم. اینجا اینجا شروع اینجا کلگیش کدام چیز است. دروازه است ببخشید دیگه. خب سیمال نمیشه ولی خوشم پشتر هنوز میگن اون شیرای او است. ولی در استرالیا که دیزاین میشه این پشت سرش هم این رقم پنال داره که پیشتر گفتم. این رقم تخته داره. اون پشتم که این رقم باید تخته داشته باشه. باز یعنی بال از که تخته در اونجا سعی کردیم بالش تخته نداشت. باز در اینجا یعنی بدیش است که این رقم معلوم میشه سنگ. وقتی تو سنگ اینجا ملی سنگ این رقم پیدای بسیار زشت معلوم میشه. ما مجبور هستیم که بازم یک تخته دیگه در روی زی بزنیم تا این زشتی های زیرا بگیره. اگر چنین اینجا دروازه میه خب باز سر دروازه میست که خوبش نیه دیگه زشت میه. اینا اینجا شما سعی کنید جای یخچاله. یعنی جای یخچال است دیگه. اگر شما این دیوال کانکریتی یا مثلا دیوارای چیز باشه خب مستقیم مورد پشت سر اونجا میچسبه مشکل نداره. ولی در استرالیا شون دیوالا فریم چوبی است. باز که است یعنی سخت کردنی بلخصوص بالای زی که مشکل است. پایینش خب به هر صورت یک رقم آدم فیکس منه. ولی اینا ما مجبور هستیم پشت زیر یا کاشی کنیم یا یک است پشت زیر باز دوباره تخته بزنیم. کمی این سیمای برق و پایپای گاز گم شده. البته یک است یک بیرون از خانه است از او خاطر یک ذره به نظمه. در کل که است وقتی که اگر خواستین در چین برین بلخصوص کابینت خانه را آردر کنین علمی چند چیز مد نظر داشته باشین. یک تاپ پنل باید داشته باشه یک بک پنل داشته باشه. کسایی که در کشورهای مثل استرالیا هست حتما گپ از ما رو میفهمد تاپ پنل و بک پنل ده. دیگه در داخل که بی بازم شما که نشان بدیم اینال شما سعی کنین اینجا را اینی که است بک پنل است. این بک پنل ازی بسیار تخته نازکه. بازم که است این قسمت که چیز میه بازم ظرفشوی است سینک. باز اون سعی کنین پشت جای شیرای او که است چیز نداره بک پنل نداره پایفای او. باید اینجا بک پنل باشه. باز بک پنل سوراخ کنیم محکم کردنش هم راحت میشه. یک نمی مشکل ما در بخش کابینت در اونجا داشتیم چون ما در این تجربه نظامی رو نداشتیم که دیوالای کانکریتی یا فرمایی که خانه استرالیا که فرمایش از چوب است این رقم. یک ذره در این بابت از این بابت هم یک ذره اذیت شدیم. واقعا بسیار وقت از ما گرفت که تا دوباره تا این سمینار را فیکس کنیم یا جور کنیم دیگه. خب دوستای قندمیتی که پیشترم گفتم کسایی که میخواید در کشورهای مثل چین برای کابینت خانه خو آردر کنه یا سفارش بدیه حتما مسئله علمی تاپ پنل و بک پنل زیر کسته مد نظر بگیره که در چین معمولا بخش دیوارای کانکریتی دیزاین میشه.
خب جور و صحتمند و سرفراز باشین. تشکر که تا بالا قد از مو بیدین و ویدیو از مرسل کردین. یک جهان سپاس با امید دیدار بعدی و ویدیوهای بعدی.